امروز میخواهم خطاب با خانم پرروی بیچشم روی پاچه ورمالیده سلیته صحبتی کنم که آمده بود در دایرکت من. نوشته بود که میخواهد به خاطر هیزی و بدچشمی شوهرش طلاق بگیرد. اولا اینکه بشین که تا دادگاه به خاطر این مسئله خیلی کوچک و پیش پا افتاده حکم طلاق تو را بدهد. زنی که پارچه ورمالیده، اسکلی چیزی هستی؟ دوما اگر میبینی که چشم شوهرت دنبال بقیه است، به خاطر این است که تو نتوانستی چشمش را از تصاویر زیبا دور کنی. کمبود از تو است. تو نتوانستی میل بی نهایت یک مرد را درک کنی. راستی چرا ما زنها اینقدر وقیح، پررو، دریده، سلیته، پاچه ورمالیده هستیم که کمکاری خود را به انحراف فکری مرد ارتباط می دهیم. ما زنها مانند دیزی درباز هستیم. آقایی هم مانند گربه می ماند. خب ما که نمی توانیم از گربه ناراحت شویم و توقع خویشتنداری داشته باشیم. خانومی که هی میگویی شوهرم هیز است، دیدگاهت را عوض کن، اسمش را عوض کن، اسمش را بگذار علاقه به هنر، زیبا شناسی. اگر دیدی که مردت در خیابان دارد یک داف خسته را دیگ میزند و قند در دلش آب می شود، پاچه‌اش را نگیر، در ذوقش نزن. پاچه ورمالیده، در ذوقش نزن، پاچه‌اش را نگیر، سرش داد نکش. بهش نگو هی چشات درویش کن وگرنه از حلقه در میارم. اون کار را نکن. باهاش کمی همکاری کن، همراهی کن. ببین چه جوری مردت رام می شود. هیچ نگران از دست دادن شوهرت هم نباش. اون اگه عرضه داشت که تو رو نمیگرفت. مثلا بعضی وقتا که آقای حواسش نیست و از زیبایی ها و جلوه های سطح شهر غافل است، چیکار کن؟ با آرنج خودت بهش بکوب و زیر لب بگو اونورا شاسی رو ببین جون بابا. ببین خدا چه آفرین. نبینم کسی به جای پرورش دادن دیدگاه هنری مردش از کلمات هیز و چشرونی استفاده کنه. شیرفهم شدید؟ بروید دیدگاه هنری مردانتان را پرورش دهید و دافان خسته در سطح شهر را مطمئن شوید که ایشان از دستشان در نرود. و برای منم دایرکت نفرستید پتیاره های سلیته پارچه ورمالیده وقیح. البته فوشا همه صادق هدایتی شد، خدا رو شکر. بروید ملت نمک نشناس. تا جلسه بعدی فعلا خداحافظ. راستی این پوش نوتیفیکیشن ها را فشار بدید که نوتیفیکیشن بگیرید که ویدیوهای من داره میاد بالا دیگه. و سابسکرایب هم بکنید، عضو بشید. خداحافظ. خدای توبه. امروز میخوام خطاب به اون خانوم بیچشم و رو و پررو و بی‌حیا و پاچه پاره‌ای صحبت کنم که اومده تو دایرکت منو میگه میخوام به خاطر هیزی و بدچشمی شوهرم برم و دادخواست طلاق بدم. اولا این که بشین تا دادگاه به خاطر همچی چیز پیش و پا افتاده‌ای حکم طلاق بده. اسکلی چیزی هستی؟ طرف اسید رو زنش ریخته، زنش نمیتونه طلاق بگیره. دوم این که شما اگه میبینید چشم شوهرت
دنبال بقیه است به خاطر اینی که شما خودت نتونستی چشمش رو از تصاویر دیدنی و جذاب پر کنی. تو نتونستی میل به بی‌نهایت یک مرد رو درک کنی. واقعا ما زنها چرا اینقدر وقیح و دریده شدیم که کمکاری خودمون رو ربط میدیم به انحراف اخلاقی مردها؟